یک دکتری با تجربه بود که نام او سید بود. روز به دکتر از بیمارخانه زنگ زده گفتند که در بیمارخانه یک پسرکی را آوردند که او جراحی سخت دارد و این جراحی را فقط شما کرده می توانید. در حقیقت همین کار تنها از دست دکتر سید می آمد. دکتر اول جواب داد که او به جراحی آمده نمی تواند، اما همشیره از او بسیار خواهش کرد که اگر نیاید بیمار می میرد. دکتر چند ثانیه خاموش ایستاد و ناعلاج میلش من می آیم گفت. دکتر دیر مانده به بیمارخانه آمد. در بیمارخانه پدر و مادر بیمار دکتر را انتظار بودند. پدر بیمار بسیار در قهر بود که چرا این دکترها کار خود را در وقتش انجام نمی دهند. هنگامی که پدر بیمار دکتر سید را دید و او داد زده گفت: شما چگونه دکتر هستید که به جراحی دیر می آیید؟ شما خودتان را کی می حسابید؟ اگر این فرزند شما می بود شما همین خیلی دیر می آمدید؟ دکتر خاموش شد و فقط گفت: مرا ببخشید و همین خیلی به جراحی در آمد. بعد از چند ساعت دکتر از جراحی برآمد و گفت جراحی با موفقیت به انجام رسید. پدر بیمار بسیار خرسند شد که پسرش زنده ماند. او میخواست به دکتر تشکر گوید، اما به او آسان نبود که به پیش دکتر رود، چون که او در اول به دکتر داد زده بود. او از دوری میدید که همه دکتران به پیش دکتر سید آمده همدردیشان را می رساندند. پدر بیمار به نزد همشیره آمد و پرسید: چرا همه دکتران به دکتر سید همدردی میکنند، در حالی که او از عهده جراحی برآمد و فرزند من زنده ماند؟ همشیره به او جواب داد: امروز پسر دکتر سید از دنیا گذشت. هنگامی که ما به او زنگ زدیم او در جنازه پسرش بود و همین که جنازه تمام شد او زود به بیمارخانه آمد. از همین سبب دیر آمدند. سبحان الله، بعضی وقتها ما حرکت میکنیم که آدمان را گناهکار حسابیم، لیکن نمیدونیم که چنین انسانهای خوب مانند این دکتر کمند، در حالی که پسر دکتر از دنیا گذشته است و به پسر دیگر کس دوام میبخشد. درباره مردم زود قضاوت.